السلام علیکم همدیران، صبح بخیر. شهر خرکف و فکرم امروز یک شنبه 20 آگوستی 23. مردم همه با کار شتاب دارن. خدا را شکر، امنیتی است، آرامی است دنیا پیش از همه. چی گفتنیم که جنگ اوکراین چقدر دوام میکند به هیچ کس معلوم نیست. اینکه مردم همه به کار و زندگی خودشان آورند، پروای جنگ هم ندارند. خلاصه مردم هم از جنگ بیزار شده است و هیچ کس فایده ندارد جنگ. برای همین خداوند در هیچ روی زمین، در هیچ کنج زمین جنجال نباشد، دنیا تنجی امانی باشد، سری و پوری باشد. خداوند هیچ کس را محتاج به هیچ کس نکند. پروردگار درد و غم یگان انسان را نبینی. ما هم حاضر به طرف کار روانیم. میگن که ناکرده گناه در این جهان کیست بگو، وان کس که نکرد گناه چون زیست بگو. من بد کنم و تو بد مکافات بدهی، پس فرق میان ما و تو چیست بگو. خلاصه این همین. عمرم کرایی داودایی بسیارم نمی کند. خداوند رزق قدر چی یکی داده است، به همون قناعت میکنی، شکرانه پروردگار میکنی. مهم خوشی و خرسندی است، تنجی امانی است. دیگه همه چی است، همه چیز یافت میشود، همه چیز پیدا میشود. این بازار کلانترین شهر خرکف بود. هیچ کس نمیگفت این بازار به خرابات تبدیل می‌شود. حاضر در بازار پشه پر نمیزند. کم و بیش نفرانی هستند که خیلی تجارت خود را پیش میبرند و مثل پیشتر نیست. البته یک نوار کردیم برای مردمی که در خرکف زندگی میکرد. مثلا هوس خرکف را دارند. بسیار بزرگ کلانی بود که قریب که بگوییم که در جهان شاید که اولین هم نباشد، سومین و چهارمین بود با فکری من. خداوند شما را نگهبان باشد. اگر با کسی که لازم باشد ما از شهر خرکف باز نوار کرده میپرتوییم. چی گپ و خبری که باشد به ما نویسید. سلامت باشید.
در پناه الله باشید.